بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دیگر از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. درس 54 از سلسله درس‌های تفسیر نور در تفسیر قرآن کریم. این درس اختصاص داره به تفسیر آیات 106 تا 110 سوره مبارکه البقره و همونطور که مستحضر هستید درس ما محورهایی داره که بر اساس اون پیش میریم. ابتدا تلاوت زیبایی از آیات، سپس معانی کلمات دشواری که در این آیات وارد شده و بعد از اون ترجمه روان اون آیات و بعد از اون مفاهیم لغوی، یعنی دلالت‌های ویژه‌ای که در ترکیب جمله بندی در مجموعه این آیات وارد شده و معنای خاصی را میرسونه و بعد از اون شرح و تفسیر آیات رو از نظر خواهیم گذراند و در نهایت درس و عبرت‌هایی که از مجموعه این آیات برداشت میشه. ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوت زیبایی از این آیات مبارکات. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر تا و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بله بینندگان عزیز، تلاوت زیبای این آیات را شنیدیم. در جمله این آیات کلمات زیبایی هم به کار برده شده که دشوار هست و تا به حال به کار برده نشده در قرآن کریم و نیاز می‌بینیم اونها را معانی اون کلمات را بفهمیم. یکی از این کلمات مهم اولین یا دومین کلمه است. ما ننسخ. ما در اینجا نافی است، یعنی معنای نفی داره، معنای لا داره، یعنی نیست یا برای نفی فعل به کار برده میشه. ننسخ، نسخ یعنی نسخ نمی کنیم. ما خداوند عزوجل میفرماید ما نسخ نمی کنیم و نسخ در کلمه عربی دو معنا داره، یا به معنای نقل و انتقال یا به معنای ازالت و پاک بردن. یعنی
وقتی یه چیز را از جایی به جای دیگر منتقل کردم میگه نقلش کردم یا نسخش کردم. به همون عبارت میتوان، همطور که علامه شوکانی رحمت الله علیه در تفسیرش میفرماید که تمامی قرآن به این اعتبار منسوخ هست. چرا؟ چون نسخ شده و نقل شده از چیه؟ نسخ حکمی نیست، یعنی نقل شده به عبارت نقل شده از همون مصدر اصلی است که در لوح محفوظه. فهمیدید؟ اما که قطعا در این آیه شاید مراد این نباشه و معنای دوم آن همان معنای پاک کردن و از بین بردن یا باطل اعلام کردن یا حکم آن را از بین بردن است که در مفاهیم لغوی به شرح اون بیشتر خواهیم پرداخت. پس ما ننسخ یعنی باطل نمی کنیم یا از بین نمی بریم هیچ آیه‌ای را، من آیت او ننسها از نسیان بیاد، انسا ینسی، خب معنای مضارع میده در اونجا. به معنای چیه؟ یعنی به فراموشیش نمی سپاریم. خب وارد شده از در بعضی روایت ها که بعضی از صحابه در صدر اسلام آیاتی یا سوره های کوتاهی را حفظ بودند، سپس می اومدن بخونن فراموش می شدن. وقتی به خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسیدن می گفتن این آیات منسوخ شده، یعنی دیگه پاک شده، دیگه از قرآن نیست. و این حکمت داره که ما در مفاهیم لغوی به اون میپردازیم. چرا نسخ در قرآن وارد شده است و آیا نسخی هست یا نیست؟ بالاخره این مبحث رو اونجا توضیح میدیم. پس نسخ یعنی یا به معنای نقل هست، مثل نقل کردن یک رونوشت از یک کتاب دیگه، از یک نوشته دیگر، یا معنای پاک کردن. اگر شما یه لوحه‌ای دارید، تخت سیاه یا وایت بوردی دارید که روش می‌نویسید، وقتی پاک کردید نسخش کردید، اومدید چیکار کردید؟ پاکش کردید. ننسها هم به معنای فراموشی میاد، یعنی وقتی که شما یه چیزی را طوری کردید که اون کار قبلی یا حرف قبلی به فراموشی سپرده بشه، این میشن انسیتها. یا اینکه به معنای نسع میاد، یعنی به تأخیر انداختن، که هر دو معنا هم در اینجا کاربرد داره و معنا داره و خواهیم فهمید که مکمل یکدیگرن. قرآن به هر حال یا یه حکمی کاملا پاک میشه، یا اینکه یه حکم میاد و سپس یه حکم دیگه جاش میگیره و عوض میشه، و این معنای نسخ هم هست. نأت به خیر منها، نأت بهی وقتی اومد در قرآن با حرف با بعدش اومد یعنی می آوریم. نأت یا آت یعنی آوردن، ولی نأت بهی یعنی ما می آوریم. پس این جمله نشون میده که قرآن کریم که سخن خداوند عزوجل هست و الله احکم الحاکمین، هیچ کس در اون دخالت نداره، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی پیامبر اکرم که رسول خداوند هست در عبارت و جابجایی و عوض کردن الفاظ و عبارت ها هیچ تأثیری و هیچ دخالتی نداره، هیچ دخل و دخالتی نداره. آنچه هست امر خداونده، چون کلام خداست. نأت به خیر منها، خداوند میفرماید که ما می آوریم این آیات را یا بهتر از اون یا مثلش و مانندش. سپس در آیه بعد ما داریم که و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ولی یعنی سرور و سرپرست، کسی که یاری می‌دهد، و بنابراین پشت سرش اومد ولا نصیر. نصیر در هنگام نیاز هست، ولی در همیشگی است. یعنی سرپرست چه ما از خودش عنایت میکنه، به همین خاطر به پدر، عمو، برادر گفته میشه ولیست. چرا ولیه؟ یا اولیای امور هستن، چون بدون اینکه اون قاصر که در اصل فرزند هست و عقلش کمه، به سن بلوغ نرسیده، بدون اینکه طلب بکنه که چی میخواد، پدر یا کسی که جای اون میگیره، عمو یا برادر که سرپرستی اون فرزند اون پسر به اصطلاح قاصر میکنه، میاد چیکار میکنه؟ زندگی رو واسش فراهم میکنه، مایحتاجش بهش میده، و این نشانه ولایت هست. ولی همین رو میرسونه که چیه؟ دلسوزی است و سرپرستی است و عنایت و لطف است. در حالی که در کلمه نصیر از که ناصر گرفته شده،
در زمانی که دست درازی میشه، وقتی که دست کمک دراز میشه، اون ناصر، اون کمک کننده، اون یاور دستو میگیره که هر دو در اینجا خداوند عزوجل. البته برای اهل ایمان خدا میفرماید و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. بدونید که برای شما اهل ایمان هیچ که غیر از خدا نه سرپرستی دارید و نه یاوری. یعنی سرپرست به معنای این که از خودش بر شما لطف و عنایت میکنه بدون که شما طلب بکنید، زندگی رو واسه شما فراهم کرده و همچنین شما را کمک میکنه در هنگامی که دست نیاز به سویش بلند بکنید. در اصل حرف عطف معنای واو را میدهد، ولی معنایی که در هنگام دو اختیار هست، یعنی دو موضوع دارید، یا میگید که اذهب ام ارجع، یا برم، اذهب یا اینکه برم یا بر بگردم، بین دو فعل دو کار قرار میگیرد و بر این حرف عطفی است که ممکنه معطوف داشته باشه یا اینکه منقطع باشد به معنای بل بیاد. یعنی آن حرف ما قبل یا جمله ما قبل یک کار جدایی باشه و ما بعدش یه حرف جدایی باشه، که بعضی از مفسرین بر این معنا هستند که در اینجا ام در ابتدای سوره، ام در ابتدای آیه که خداوند عزوجل فرمود، آیه 108 سوره بقره که خداوند عزوجل فرمود ام تريدون ان تسألوا رسولكم، یا این که شما میخواهید آن سوالی بکنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم، همانند سوالی که بنی اسرائیل از موسی کردند یا از اون سوالی که از موسی علیه السلام شد، که در اینجا بنابر رأی بسیار از مفسرین ام منقطع است. یعنی چی؟ یعنی معنای بل داره، یعنی این کارو کردند مشرکین والعیاذ بالله، مشرکین عهد رسول الله این را از رسول الله خواستند که بعد توضیح خواهیم داد. یتبدل الکفر بالایمان، جمله یتبدل الکفر بالایمان یعنی کفر را بر ایمان ترجیح دادن. تبدیل در اینجا چون از باب خاصی هست معنای تفعیل دارد، یتبدل یتفعل، یعنی با قصد داره این کار رو میکنه. کسی که والعیاذ بالله بخواد روشی را در پیش بگیره که ایمانش را با کفر عوض بکنه، یعنی کفر را به دست بیاره به جای ایمانش از دست بدهد، این واقعا ضرر بدی، زیان سنگینی کرده. به همین خاطر قرآن فرمود فقد ضل سواء السبیل. سواء السبیل ترکیب صفت موصوف هست که در اصل اضافه است، اضافه صفت به موصوفه. میدونید که همیشه در لغت عربی ابتدا موصوف میاد بعد صفت میاد. مثلا میگید که دیوار سفید، دیوار بلند، خب بلند وصفه، ولی وقتی که جا را عوض کردید، یا گل قشنگ یا گل سرخ مثال میزنم، خب سرخ در اینجا چیه؟ صفت گل هست، یعنی ابتدا موصوف اومده اون چیزی که بعد وصف بشه، بعد صفتش اومده که سرخ باشه، گل سرخ. حالا گل سرخ گل امکان داره بیاد، این بهش میگن اضافه صفت به موصوف که به معنای دقت بیشتر در خود رنگ هست. یعنی اگر که صفت مقدم شد در زبان عربی بر موصوف، معناش میخواد بگه که دقت بر خود اون وصف بکنید تا خود را. بله، پس بنابراین سواء السبیل در اصل سبیل سواست. یعنی چی؟ یعنی راه میانه و معتدل و راست، که وقتی برعکس سواء السبیل یعنی میانه ترین راه که همون راه ایمان هست. در آیه بعد آیه 109 کلمه وده داریم که همون در آیه ما قبل، آیه تقریبا 104 هم 105 هم ذکر شد که ما یودو، اونجا به فعل مضارع اومد یعنی استمراریت داره، و در اینجا به فعل ماضی اومد که ود کثیرون یعنی دوست می‌دارد. کی دوست می‌داره؟ کثیر من اهل الکتاب، بسیاری از اهل کتاب. این که لو یردونکم،
یک کلمه دیگه که دشوار به نظر میشه، لو یردونکم، این که شما را باز بگردن، رد از رد میاد، یردونکم، این که شما را باز بگردانند از دینتان، کفارن یعنی شما را به کفر بر بگردانند، حسدن هم معنای حسادت داره، یعنی حال آن کسانی که این تمنا و آرزو را دارند اینه که اینها از بغض و غیظ و حسادتشون این را میخوان، حسد من عند انفسهم، حسادتی از خودشان. سپس در آیه بعد داریم که در همین آیه معذرت میخوام، فعفو، امر الهی سبحانه و تعالی به مؤمنین هست که فعفو واصفحوا. عفو در اصل یعنی عفو بکنید، همونطور که در زبان فارسی هم به کار برده میشه، یعنی ببخشید، معاقبه نکنید، کیفر ندید، عقوبت ندید به دیگران در مقابل اشتباهشون، مؤاخذه نکنید. به عبارت عربی میگن عفو ترک المؤاخذه بالذنب، ترک المؤاخذه بالذنب. اگه کسی اشتباه کرد یعنی چیکار کنی؟ معاقبش نکنی، معاتبش یا مؤاخذش نکنی، کیفر بش ندی. اما الصفح چیه؟ واصفحوا. صفح یعنی در بگذارید، سرزنش هم مکن. اگر کسی یه اشتباهی در حق شما کرد، نه تنها در مقابلش انتقام بگیری، بلکه حتی سرزنشش هم مکن. و این اوج گذشت و بخشش هست که اسلام خواسته نسبت به مخالف به کار برده بشه و این بهش میگن ازالت و اثرهی عن النفس. ازالت و اثرهی عن النفس یعنی چی؟ یعنی حتی قلبا هم ما چیزی از اون به دل نگیریم. و این درس و پیامی با خودش داره که انشاءالله در مرحله بعد ذکر خواهیم کرد. خب تقریبا در این 4-5 آیه همین کلمات دشوار را داشتیم که من یه بار دیگه مختصرا مرور میکنم. کلمات ننسخ یعنی نسخ میکنیم که معناشو گفتم، هم معنای نقل میاد هم معنای باطل کردن و از بین بردن. ننسها هم به معنای تأخیر انداختن هم به معنای از یاد بردن میاد. نعت به خیرن یعنی می آوریم بهتری از آن را، ولی به معنای سرپرست و یاور و سرور. ام حرف عطف هست که در اینجا گفته شده منقطع است، یعنی به معنای بلکه به کار برده شده. یتبدل چون از باب یتفعل هست، بر وزن یتفعل هست، یعنی قصد به کار، قصد تعویض دارد اون شخصی که میخواد ایمان را با کفر عوض بکنه که جزای بدی و کیفر بدی در انتظارش هست. فقط ضل به معنای تحقیق گمراه شدن و سواء السبیل یعنی بهترین راه یا میانه ترین راه. ود یعنی دوست می‌دارد. لو یردونکم یعنی باز می‌گرداند، این که بازگرداند شما را. کفارن یعنی از روی شما را به کفر باز بگرداند، یعنی حال هست و از اون وصف بازگرداندن. و حسدن من عند انفسهم یعنی از روی حسادتی که در نفسشان ریشه کرده است، اونها دوست دارن که شما این کار را انجام بدید. فعفو واصفحوا هم به معنای عفو و گذشته است، یکی در ظاهر و دیگری در باطن و هر دو مکمل یکدیگر. با یک میان برنامه میریم به مرحله بعدی درسمون. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. پس از شنیدن تلاوت این آیات و ترجمه کلمات دشوار و شرح و توضیحی که نیاز بود، میریم سر ترجمه این چند آیه. آیه 106 سوره مبارک البقره، خداوند عزوجل میفرماید ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شیء قدیر. ترجمه روان اون میشه که هر آیه‌ای که نسخ میکنیم یا فراموشش میسازیم، بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. مگر نمیدانی که الله بر هر چیزی تواناست؟
آیه بعدش آیه 107 الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. یعنی آیا نمیدانی که ملک و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است و جز الله هیچ سرپرست و یاوری ندارید؟ آیه 108 الله سبحانه و تعالی می فرماید ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر. یعنی یا این که یا به معنای بلکه میخواهید از پیامبرتان بپرسید آن سوالی که همانند آن سوالی که از موسی پرسیده شد. ود کثیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم. معذرت میخوام آیه ما قبل آیه 108 رو من 109 رو تلاوت کردم، آیه 108 رو ترجمه میکنم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. یا اینکه یا بلکه میخواهید از پیامبرتان بپرسید امان سوالی که موسی پرسیده شد یا از موسی پرسیده شد قبل از آن. و من یتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. یعنی و هر کس ایمان را با کفر عوض کند راه راست را گم کرده است. فقد ضل سواء السبیل، گم کرده است میانه ترین راه را. آیه بعد که ود کثیر هست و تلاوت شد خداوند عزوجل میفرماید بسیاری از اهل کتاب از روی رشک و حسادت آرزو میکنند که شما را بعد از ایمانتان از آن برگردانند، با اینکه حقانیت اسلام برایشان کاملا روشن شده است. من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه حقانیت اسلام برایشان کاملا روشن شده است. فاعفوا واصفحوا، پس شما گذشت کنید و چشم پوشی نمایید تا الله فرمان دهد که او بر هر چیزی تواناست. حتی یأتی الله بامره، تا اینکه خداوند دستور و فرمان دهد و خداوند و اوست و الله است بر هر کاری قادر و توانا. آیه آخر که آیه 110 هست خداوند عزوجل میفرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و هر کار نیکی را که در دنیا انجام دهید، یعنی برای آخرتتان پیش کنید و تقدیم نمایید، آن را نزد الله خواهید یافت و الله بر آنچه میکنید بسیار بیناست. میریم سر مفاهیم لغوی. مفاهیم لغوی ما از همون ما ننسخ شروع میشه. ما ننسخ یعنی این که ما نسخ نمی کنیم آیه‌ای را، یا اینکه به فراموشیش نمی سپاریم آن را، مگر اینکه بهتر از آن یا مثل آن را دوباره می آوریم. پس نسخ یا به معنای نقل هست از چیزی به چیز دیگه، یا ازاله و پاک کردن و باطل کردن. هر دو معنا مکمل یکدیگرند. و نسخ در قرآن کریم آنچنان که اکثر مفسرین بر این اعتقاد و باور هستند 3 شکل داره: نسخ حکمی و بقای عبارت، یعنی اینکه عبارت خودش باقی است، یعنی همون لفظ و آیه‌ای که در قرآن هست باقی است، ولی حکمش چیه؟ حکمش از بین رفته. و مثال اون در شرح و تفسیر اون شاید انشالله وقت شد بگیم. یا نوع دوم نسخ یا از بین بردن خود لفظ و آیه با حکمش است، هر دو. و نوع سوم اینی که لفظ از بین برود ولی حکمش باقی باشه. و هر 3 این در قرآن کریم وجود داره و مثالای اون
انشاءالله در شرح و تفصیل وقت میرسیم بیان خواهیم کرد. حکمت نسخ هم در اینجاست که خداوند عزوجل میخواد بگه که این قرآن مال منه، سخن من است، سخن الله احکم الحاکمینه، هیچ که درش دخالت نداره، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون فقط پیام آور است، پیغام آور است. رسالت و نبوتش ایجاب میکرد هر چی برش وحی میشد بر مردم بخواند و اتمام حجت بکنه. همین. خب در عبارت ام تریدون شاید دو معنا و مفهوم رو در بر بگیره. اگر به معنای ام عاطفه بگیریم، یعنی عبارت ما قبل موت رو به هم رفت بدیم، میتونیم بگیم که بله، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. این یک تحذیره، یک انذار هست برای مؤمنش و کافر از امت اسلامی. هر کس که امت چیه؟ امت دعوت هست، نه امت اجابت. چی میخواد؟ مؤمن باشه چه کافر باشه. هر کس که مخاطب قرآن هست، چه مؤمن باشه چه کافر، باید بدونه که سوالهایی که حالت تعجیز یا مسخره و یا استهزاء یا به شوخی گرفتن دین باشد نباید مطرح بشه. به عبارت دیگر سوالات بنی اسرائیلی نباید مطرح بشه. سوالاتی که قصد از ورای اون سوال به تنگنا قرار دادن پیامبر یا داعی و مبلغ دین باشه. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یکی از سه چیزی که شما را از اون برحذر می‌دارم کثرت سوال هست، زیاد سوال کردن. سوالی که و پیامبر در روایت دیگه فرمود که کسی که سوالی بکنه و بر اثر اون سوال خداوند چیزی را حرام بکنه و مردم را از اون منع بکند، این انسان خوبی نیست و انسانی است که رحمت خدا دوره. چرا؟ چون سبب شده که چیزی بر انسانها حرام بشه. پس بنابراین یک معنای این میده که ام به معنای عاطفه باشد و ابتدا، یا این که ام منقطعه باشد، یا این که معنای جدید به معنای بل باشه که بعضی همطور که عرض کردم مثل علامه شوکانی این معنا را ترجیح میده و اون این که بسیار از مشرکین در عهد رسول الله همچنان که در سوره اسراء آیه 90 تا 93 آمده است، قرآن کریم فرمود که از زبان اهل شرک و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل او عنب وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء علينا كما زعمت. بذارید این آیات را از رو بخونم، معذرت میخوام. آیات 190 تا 93 سوره مبارکه الاسراء در جزء 15 قرآن کریم. این آیات بله الله سبحانه و تعالی چنین میفرماید و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یعنی که کفار به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که ما به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه از زمین چشمه هایی را چیکار کنی؟ جوشان و روان کنی. او تکون لك جنة من نخیل، یا اینکه باغهایی از نخل و همچنین از انگور داشته باشی که از میان آنها رودها جاری باشد و روان باشه. یا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا. و این به هر حال و همچنین آیات ما بعدش که این نمونه ای از اون سری سوالات نازیبا و غیر منطقی مشرکین مکه است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عهد مکی. ولذا خداوند عزوجل مؤمنین را از این سوال باز داشت و فرمود ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، یعنی بلکه شما قصد دارید همچنان که سوال کردند از موسی قبل از این، شما هم از پیامبر همین سوالها را بکنید و این نازیباست. یعنی این یک نوع توبیخ،
یک نوع انذار، یک نوع تهدید درش برداشت میشه. و همچنین در یتبدل کفر بالایمان یک نوع انذار و تهدید دیگر است برای کسی که راه کفر را با راه ایمان عوض بکنه. حسدا من عند انفسهم، که در اینجا یک معنای زیبایی در اونجاست و اون اینه که حسادت و کینه نسبت دادن به اهل کتاب از این جهته که اهل ایمان یا حسادت و کینه اهل کتاب نسبت به اهل ایمان ذاتی و ریشه‌ای بود و اونها از یعنی درونشان میسوختند وقتی که میدیدند مؤمنین در سعادت و خوشبختی دارند به سر میبرند. و آن هم که من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از بیان آشکار شدن حقانیت اسلام و برحق بودن قرآن و پیامبر اسلام. و اما فعفو و اصفحوا که هر دو مرحله گذشته است، یکی ظاهرا و دیگری باطن. عقاب و کیفر نباید باشه، سرزنش و ملامت هم ممنوع است در فرهنگ دینی ما. و این که مؤمن در صدد انتقام برای خودش نیست، اگر چیزی هست باید امور را به احکم الحاکمین و سریع الحساب واگذار بکنه. و حتی یأتی امر الله را یأتی الله به امره، همین را میگی که دستور باید از جانب خدا صادر بشه و خداوند فرمان بدهد. امیدوارم که تا اینجا استفاده کرده باشید. در درس آینده شرح و تفسیر این آیات و همچنین درس و عبرت‌های این آیات را با هم مرور خواهیم کرد. و آخر دعواتی ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.